آیا میدونی دلار آمریکا چطور ساخته میشه؟ امروز قراره یه آموزش کامل در موردش بهت بدم. مرحله اول تولید ماده اولیه کاغذ. الیاف با کیفیت پنبه و کتان با موادی مثل خمیر چوب ترکیب میشن و بعد از یه فرآیند دقیق تبدیل میشن به کاغذی با دوام و خاص که فقط برای چاپ اسکناس استفاده میشه. مرحله دوم جاسازی واترمارک و نخ امنیتی قبل از چاپ. واترمارک ها یا همون تصاویر محو امنیتی توی کاغذ جاسازی میشن. حتی برگه‌های سفید و چاپ نشده هم به شدت کنترل و محافظت میشن. مرحله سوم چاپ اسکناس. چاپ اسکناس یه فرآیند پیچیده است. طراحای گرافیک و متخصصای چاپ با هم کار میکنن تا طراحی دقیق اسکناس آماده بشه. چاپ آفست برای چاپ رنگی روی هر دو طرف کاغذ استفاده میشه و دقت در این مرحله خیلی مهمه. بعد از اون چاپ اینتگلیو یا چاپ برجسته انجام میشه که مهمترین مرحله در چاپ اسکناس محسوب میشه. مرحله چهارم شماره گذاری اسکناس ها. برگه‌های چاپ شده به دستگاه‌های شماره گذاری فرستاده میشن و با استفاده از چاپ فشاری به هر اسکناس یه شماره سریال منحصر به فرد داده میشه که ترکیبی از عدد و حرف. مرحله پنجم بازرسی و کنترل کیفیت. بازرسا خیلی دقیق هر اسکناس رو بررسی میکنن و دنبال ایرادهایی مثل پارگی، لکه یا خطاهای چاپ میگردن. و در نهایت مرحله ششم برش و بسته‌بندی. در آخر برگه‌های بزرگ به صورت عمودی و افقی برش داده میشن و بسته‌بندی میشن. توی این مرحله دلار آمریکا به طور رسمی و کامل آماده میشه. حالا شما بگید چرا دلار آمریکا از ریال خودمون اینقدر با ارزش تره؟ مشکل از فرآیند تولیده یا نمیدونم؟ شما بگید. اگه به این مطالب علاقه‌مندی خوشحال میشم. به خانواده فکت مغز ملحق بشید.